تا حالا فکر کردین بزرگترین هزینه پنهان توی کسب و کارتون چیه؟ شاید سریع بگین حقوق کارمندا، اما نه، یه هزینه خیلی سنگین‌تر هست که معمولاً کسی حواسش بهش نیست. این جمله دقیقاً میزنه به هدف. دوباره کاری. میدونین همون قاتل خاموش بهره‌وری که خیلی آروم سود شما رو میخوره و اغلب هم نادیده گرفته میشه. بیایم ببینیم این هزینه چطوری توی سازمان شما پنهان شده. این حس براتون آشنا نیست که همه دارن میدوئن، همه خستن، جلسات پشت سر هم، ایمیل ها، اما آخر روز که نگاه میکنین میبینین انگار هیچ کار مهمی پیش نرفته. خب، این دقیقاً نشونه نبود یه سیستم درسته. خب، حالا این آشفتگی یا همون دوباره کاری تو عمل یعنی چی؟ بیاین چند تا سناریوی خیلی آشنا رو با هم مرور کنیم. فکرشو بکنین، کلی انرژی و زمان صرف کاری میشه که اصلاً از اولم لازم نبوده. یا یک کار فقط به خاطر یه اشتباه کوچیک باید کامل از صفر شروع بشه. و از همه بدتر 2 نفر بدون اینکه خبر داشته باشن دارن دقیقاً یک کار واحد رو انجام میدن. اینا همون دوباره کاریای معروفن. تو تیم شما هم از اینا اتفاق میفته؟ اما اینا فقط وقت تلف کردن نیستن ها. نه، هزینه‌های خیلی واقعی و سنگینی روی دست شرکت شما میذارن. بیاین دقیق‌تر ببینیم چه بهایی داریم پرداخت میکنیم. و میرسیم به مهمترین بخش ماجرا. بخش انسانی. اصلاً هیچ چیزی مثل دوباره کاری انگیزه و انرژی بهترین آدمای شما رو نابود نمیکنه. وقتی یه نفر میبینه زحمتش به باد رفته یا باید یه کار بیهوده رو تکرار کنه، انگیزش خب دود میشه میره هوا. این فرسودگی یه هزینه گزاف و جبران ناشدنیه. و خب این آشفتگی داخلی قطعاً به بیرون هم درز میکنه. تأخیر توی تحویل، کیفیت کار که هی بالا پایین میشه، اشتباهاتی که تکرار میشن، همه اینا مستقیم میرسه به مشتری. و این بی‌نظامی در نهایت داره به اعتبار برند شما چوب حراج میزنه. این جمله فوق‌العاده است نه؟ یعنی شما عملاً دارین سود خالص شرکتتون رو برمی‌دارین و مستقیم می‌ریزین به حساب شخصی به اسم آقای بی‌نظمی. هر ساعت دوباره کاری پول نقدیه که داره از جیب شرکت شما میره. به همین سادگی و به همین تلخی. خب تا اینجا عمق فاجعه رو دیدیم، ولی خبر خوب اینه که یه راه حل واقعی برای خلاص شدن از این چرخه وجود داره. پس بیایم ببینیم چطور میشه جلوی این جریان رو گرفت. اولین واکنش غریزی خیلی از مدیرها وقتی کارها زیاد میشه چیه؟ خب معلومه، استخدام نیروی بیشتر. اما این یه طلسم. اضافه کردن آدمای جدید به یه فرایند خراب و بی‌نظم فقط آشفتگی رو بیشتر میکنه. راه حل واقعی درست کردن خود اون فراینده، نه اضافه کردن آدم. پس نکته کلیدی اینه. مشکل کمبود آدم نیست، مشکل کمبود ساختاره. شما به یه نقشه راه دقیق و شفاف نیاز دارین، نه فقط مسافرای بیشتر برای یه سفر بی مقصد. خب، حالا بریم سراغ قلب راه حل، یعنی سیستم. اما وقتی میگیم سیستم، منظورمون دقیقاً چیه؟ تعریفش خیلی ساده و سر و راسته. یه سیستم خوب، خیلی شفاف، به این 4 سوال جواب میده. چه کسی، چه کاری رو، با چه استانداردی و تا کی؟ وقتی جواب اینها برای همه روشن باشه، دیگه جایی برای ابهام و آشفتگی باقی نمیمونه. یادتونه اولش از اون 3 سناریوی آشنا گفتیم؟ خب، یه سیستم خوب دقیقاً همونها رو هدف میگیره. یعنی تضمین میکنه هر کاری که انجام میشه هدفمنده. کیفیت کارها دیگه شانسی و اتفاقی نیست، بلکه ثابته. و مهمتر از همه، مطمئن میشه که هیچ کاری 2 بار انجام نمیشه. پس اگه بخوایم کل بحث رو توی یه تصویر خلاصه کنیم، این میشه. سازمان شما مثل یه سطله. اگه این سطل سوراخ باشه، شما هر چقدر هم آب بیشتری توش بریزین، یعنی نیروی بیشتری استخدام کنین، فقط منابع رو هدر دادین. کار درست اینه که اول اون سوراخ‌ها و نشتی‌ها رو بگیرین. این نشتی‌ها همون دوباره کاری‌ها هستن و سیستم دقیقاً ابزاریه که اون سوراخ‌ها رو میبنده. و در آخر این سوال رو برای شما میذارم. ازتون میخوام یه قدم به عقب برگردین و به تیم خودتون نگاه کنین. به نظرتون نقاطی که زمان، انرژی و بودجه شما داره ازشون نشت میکنه دقیقاً کجان؟ پیدا کردن این نقاط اولین قدمه برای ساختن یک کسب و کار خیلی سالمتر و سودآورتر.